السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، بخشش زیاد از همتون معذرت که زنگ میزنین. سبب اونه که مزه خودمون گریختگی الله سبحانه و تعالی شفای کامل و عاجل عطا فرماره هر یک شخص مسلمان. الحمدلله این روز ما سفر داریم به طرف نوسیبیرسک برای وعدت دادیم یک برادر بیماره. انشالله که همون سر سفر داریم. کسانی که انشالله که حجامه میخواهین گرفتن، انشالله که برادران رو یاد دادگیم که مصلحدین و که بوجانه، انشالله که رقم ها در روی اکران میتونه که زنگ بزنین، انشالله با جو مکان ادرس رو میتونتون، انشالله میتونه که بیاین حجامت رو میگیرن. و چی گفتنی بودم؟ الحمدلله که یعنی علمی طبی دارن، علمی یعنی دختری دارن، خواندگان هر یک اینها. الحمدلله با حجامه گیری نشانشون دادیم تا اینکه در حالتی که ما نیستیم برای شما انشالله که کمک خود رو برسانن. میتونن که انشالله رقم ها در روی اکرانن، میتونن که زنگ بزنین. در خدمتی. انشالله حضرت ها در خدمتن، باقی در امان الله باشین. خداوند هر یک شخص مسلمانی که بیماره، خدا اونها را شفای کامل و عاجل عطا فرماید. و گفتنی بودم که برادران عزیز بسیاری ها زنگ میزنن که با واسطه تلفن میگه ما را نکاح کنین، یا که با واسطه تلفن ما را بخونین، یا اینکه صورت ها را روان میکنیم با واسطه صورت ما را بخونیم، نام و نسبشون روان میکنیم. یا که بعضیش میگه نفهمیده سراسیمش دیدم طلاق کردم همه چی میشه دیگه و دیگه. از همتون خواهش، یعنی هر یک منطقه، هر یک جو و مکان براسی خودش یعنی مفتیات داره، قاضیات داره، حکم میکنن و همه اینها را میبرن. یعنی بعضی برادرها زنگ میزنن که یعنی جورمه زنش بیماره، میگم آخه جونم صدقه نمیشه که همون جورت خودش زنگ بزنه پریموی چی گپی های همون را بپرسه. اینکه زنگ میزنه جورم زنش طلاق دادگی به خیلی مسئله این خیلی چی خیلی میشه بمی همون هر شخصی که هر کار کردگی چی کار شدگی همونه، یعنی صراحتا یعنی چریزش نکنه نگو، صراحتا برای در پیش قاضیات و مفتیات همونه بگن تا اینکه همونها حل مشکلات ببرن. بعضی روز زنگ میزنن که برادر من زنش بیماره، نعوذ بالله کسر حیض اخوار هم شفتم و حیوان تو چخیل جورت زنش نقل میکن در پیش موکیم مثل چخیل بیمار هستن. مثل درست نیست شما همینه یا میده خطونه عقلتونه بجور بیورینه، یعنی عقلتونه خوب کار فرمین، یعنی کمبودی خطونه در پیش جورت نقل نکنین از زندگیتون. چیزی که روح میده، چیزی که گذشتگی، یعنی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه زمانی میآید که سر اسرار دل خودت را برای زنت نگو. حتی یعنی شما چخیل میشه دیلتون که مثلا در پیش یار رفیق خودت که گفتی که فوق اساس هم نمیشناسیش، در پیش یار سر اسرار زندگی خود نقل میکنی. و اون خاطر برادران عزیز کم هوشیار باشین. مسلمان باید زیرک باشه، مسلمان باید دانا باشه، هوشیار باشه. شما غریبی اومدین باید هوشیار باشین که ببینین که در جای کار میکنن و بعضیش زنگ میزنن که قوری 6 ماه شد کار کردیم پول مارکیدات کنه نمیشه برای حل کنه. حضرت ما رازبوینی نیستیم، ما یگان تری ادوکات یوست کار نیستیم. بعضی بیمارا اصلا اونها را به قدر استطاعت اونها را میخونیم و بعضی برادرها حجامه میگیریم. ما را مثل میشموره کارگر هستیم، کار میکنیم، تاکسیست هستیم، دورین جایی که چی کاری مون بگن کار میکنیم. و اون خاطر دوستان عزیز از همتون معذرت، یگان کمبودی باشه، بخشش خداوند هر یک بیماری هستن، خدا اونها را شفای کامل و عاجل عطا فرماید. بعضی ها مثال زنگ میزنن، مثال گپای قبیح هم مینویسن، از سبب اونه که از تلفنم بیشتر یکم 1333 تا سبشنی نخونده های من اسپید نمیکنم، من خودم تنهایم 3 روز که معظم نیست های مثال اجاگم به این زور میخیزم که من برادر پیش ما آمدن نمیفتم که مثلا شما در خدمت باشین که بعضی برادران من اقلا اونها را حجامه بگیرین. مثال خونده هم میتونن، مثلا که هم آدمایی که کم ترسیدگی و دیگه چی داشته باشن اونها را انشاءالله که به قدر استعداد میخونن. بخیر در امان الله باشه. خداوند هر یکی ما و شما را حفظ در امانش نگه باشه. السلام علیکم.